سلام هموطنان عزیز، سربازا، افسرا، 23 فوریه روز ارتش ملی به همتان مبارک باشد. البته که سربازها شما قوه مایید، شما دل مایید، ما به همه شماییم. شما هستید و وطن تنج و امن و آباد است. سربلند و خانواباد باشید. همه روزتان به مثل همین روز به مثل عید ارتش با خوشی و خرسندی گذرد. همه وقت هم در خدمت خلق خود، در خدمت وطن باشید. میگه حفظ جان واجب است، حفظ وطن واجبتر. همیشه وطن مادر پاسبانی میکنیم، یک جای است هر جمع. البته که هر یک از در نوبت خود باید خدمت مادر وطن ادا کنم. سربلند باشید. این مکان مقدس، این خانه خدا دست به دام میبرداریم. همه سربازا، همه هم خدمتای خودم، همه آن افسر و سربازایی که در حفظ بوم و کشور ما خداوند همه وقت سربلند باشند. دولت دنیا را در تار سرشان بریزانه، پاک و پروردگار را روزی فراوان عطا کنه، قوه عطا کنه که همه وقت در خدمت خلق باشند و در خدمت مادر وطن باشند. با حرمت آن خدایی که ما را هست کرده، همه وقت در خدمت همدیگر باشیم، قدری همدیگر را بدانیم. الله اکبر. سربلند و خانواباد باشید. یک بار دیگر روز ارتش ملی مبارک سربازان وطن. خدا یار و مددگارتون. تاجیکستان با پیش این راه برای تعامل دهی کرده تنگاه تاجیکستان